وزارت گروه خارجی قرقیزستان به شهروندان این جمهوری مشورت داده است که موقتا از سفرهای بدون ضرورت جدی به روسیه خودداری کنند. وزارت در پاسخ به گزارش‌های رسانه‌ها در مورد به روسیه راه ندادن شهروندان قرقیز گفت تا 2 ماه سال 2024 خبری درباره به طور عمومی به قلمرو روسیه راه ندادن شهروندان قرقیزستان به سفارت و کنسولگری‌های قرقیزستان در روسیه نرسیده است، ولی وزارت از وضع در روسیه و تأثیر آن به وضعیت حقوقی شهروندان قرقیزستان را پیگیری می‌کند. در عین زمان گفته می‌شود در خبر وزارت بار دیگر به شهروندانی که برای سفر به روسیه ضرورت جدی ندارند مشورت می‌دهد تا از بین برداشتن چاره‌های علاوگی امنیتی و رژیم نظارت شدید در مرزها از سفر به قلمرو این کشور خودداری کنند و در صورت ضروری سفر باید از قبل وجود محدودیت‌ها در راه سفرشان به روسیه را تفتیش کنند. در صورت دچار شدن به حالت‌های پیش بینی نشده یا پیدا شدن سوال‌ها به شهروندان قرقیزستان مشورت می‌دهند که به سفارت قرقیزستان در روسیه و دپارتمنت کنسولی وزارت‌های خارجه قرقیزستان مراجعت کنند. روز 2 ماه سال 2024 والنتینا چوپک حامی حقوق مهاجران از آسیای مرکزی در صحبت با خبرگزاری روسی اگنس و خبر داد که اگر قبلا تنها شهروندان تاجیکستان را به صورت عمومی به روسیه راه نمیدادند، حالا مهاجران از قرقیزستان و ازبکستان را نیز به چنین حال دچار کردند و مهاجران را نه فقط در فرودگاه‌ها بلکه در گذرگاه‌های زمینی نیز به روسیه راه نمیدهند. به گفته او از بین مردان بیشتر آنهایی را که ریش دارند و بروت ندارند و از بین زنان حجاب پوش‌ها را جدا کرده به روسیه راه نمیدهند. این معرکه بازداشت‌های عمومی مهاجران در مرزهای روسیه 24 اپریل آغاز یافت و تا 1 مای در فرودگاه‌های روسیه نزدیک 4500 نفر و تقریبا همین تعداد دیگر در گذرگاه‌های زمینی درمانده بودند. چون موج گسترده تا حال دیده نشده بود نقل کرده است حامی حقوق که خودش نیز 3 سال پیش از روسیه اخراج شده بود و حالا در امریکا پناه برده است. به حساب چوپک تقریبا چورک مهاجران در مرز روسیه درمانده از تاجیکستانند، نصفش از ازبکستان و باقی مانده‌اش از قرقیزستانند. اخراج مهاجران میتواند چند روز را در بر بگیرد و مردم شکایت دارند که این همه مدت در فرودگاه یا خط مرز بی آب و خوراک به سر میبرند و کسی هم به آنها نمیفهماند که سبب راه ندادنشان به روسیه چی است. قرقیزستان اینک دومین کشور آسیای مرکزی است که به شهروندانش خودداری از سفرها به روسیه را در زمان رسیدن روزهای خوبتر مصلحت می‌دهد. یادآور می‌شویم وزارت کارهای خارجه تاجیکستان در آخرین ساعت‌های شب 27 اپریل سال 2024 با نشر یک توصیه تعجیلی از شهروندان این کشور خواست که موقتا از سفرهای بی ضرورت به روسیه توسط همگونه واسطه‌های نقلیات خودداری کنند. روز 29 اپریل حتی سفیر روسیه در دوشنبه را با یک گونه خیلی کم سابقه در تاریخ روابط دیپلماتی تاجیکستان و روسیه به وزارت خارجه دعوت کرده و او نوت اعتراضی سپردند که در آن از مناسبت دخالانه نسبت به شهروندان جمهوری تاجیکستان، نقض حقوق و آزادی‌های آنها به طور عمومی در فدراسیون روسیه صورت می‌گیرد اظهار نگرانی جدی شده. تاکید شده بود که این گونه عملات تنها نسبت به شهروندان تاجیکستان عملی شده بر روحیه و عنعنه‌های مناسبت‌های تاجیکستان و روسیه کاملا موافق نیست. در پی این نوت روز 3 اپریل وزیر خارجه روسیه سرگئی لاوروف به همتای تاجیکش سراج‌الدین موریدین زنگ زده فهمودنی شد که گویا تفتیش‌های شهروندان خارجی در پی حمله خونین کروکوس با مقصد پیشگیری از تروریسم عملی می‌شوند و طبیعت موقتی داشته به ضد یگان ملت یا دین مشخص نگرانیده نشدند. وزیر تاجیک تاکید کرده است که این با وضع واقعی موافق نیست و عملهای منفی تنها نسبت به شهروندان تاجیکستان تطبیق کرده می‌شوند.